دوستان خوبم، سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم جور سر حال باشین، نه هر جای کسی روزه نماشم قبول باشه. دوستان عزیز، من اسدالله محمدی در خدمت شما هستم. امروز ما به برنامه یک کمی متفاوت‌تر از برنامه‌های دیگه. امروز ما درباره شیار دروازه یا کوبه دروازه و زبان صاف زارگیز مشمو وقتی دیوارا را جور بونه قبلا دیوارا مثلا 10 سانتی باز دو بغلش هم کست تک میزنی باز دیوار کم بردار میشه، دروازه باریک‌تره. اون که باید کست کوبه بزنیم یا شیار بزنیم به زبان فارسی. وقتی میخوایم شیار بزنیم یا کوبه بگیریم میره باید کست هر دروازه کست داخل یک جری داره. او بغل دیگه که صاف باید یک بغل دیوار صاف بزنیم، باز این بغل دیگه که جری داره باز داخل از باید شیار بزنیم. وقتی که میخوایم اندازه گیری کنیم از 4 جای میتونیم اندازه بگیریم. از یک از بالا یکان چیزی که صاف باشه یکان میگیریم بعد اندازه میگیریم. مثلا این از ما از 403 میل 2 میل همیشه است. اگر باریک‌تر بروش بزنیم بهتر است. این بغل دیگه شما همچنان 402 میل است. ما مثلا 400 میل بروش بزنیم. بالاش همچنان بروش زدیم، باز پایینش هم رقمی یکان چیز میگیریم که قدوار صاف باشه. باز اندازه میزنیم، مثلا این هم 430 است. باز این بغل دیگه هم اندازه میزنیم. این بغل هم که است 402 است. اما 2 میل کمتر در تقریبا 400 که است را بروش میزنیم. باز این بغل دیگه اندازه بگیریم. این بغل دیگه هم به رقمی متر را داخل جریش داخل می‌نیم، باز اندازه می‌گیریم 3.5 سانت. این بغلش هم 3.5 سانت. بالایش اندازه می‌گیریم. اما دیوار 3.5 است. این 3.5 سانت است. همراه ما باشین دوستان. ما بریم اینا را بروش بزنیم، بعد برشون نشان میدیم چه رقمی رو جاسازی کنیم. وقتی دروازه کسی بالایش کم اینو چوباش بروش بزنیم راحت تر است. وقتی میخواین اندازه گیری کنین، اندازه گیری بهتری است که در دو بغلش میره بالا بره، باز دیگه که بالایش میره در وسطش قرار بگیره راحت تر است. بخواین رقم میکنین 2 10 دوستان خوبم. وقتی میخوای بالایش اندازه بگیریم وسط دروازه را وسط زمین درز از دو کسه متر میندازیم، باز تا این بغل دیگه شه اندازه بگیریم. انالی از 85 دروازه که 90 باشه معمولا هم چوب وسطش که 85 میشه. دروازه همه دروازه 90 مرخ میسته که دروازه داخلی باشه، البته دروازه بیرونی باز فرق میکنه. دوستان خوب نازنین، قسمی که بخش شما ما توضیح دادم که چوبای بغل و دودا برشین یکم درازتر یار که سر دودا خط میزنیم. دودنا بخش هر دروازه
همیشه کوشش کنید طرف برشکده جا پشت سر اره قرار بدیم که باز چوبا که وقت اره می پرخچل بگنه باز چوب را خراب نکنه. وقت اگر رفت دیدیم نمیشه باز میتونیم که طرف نمایش را پشت قرار بدیم باز خیلی آستاب برش کنیم مشکل نیست. دوستان عزیز خیلی مهم است پیش از اینکه اینا را مکم کنیم یا مکم پاره کنیم سراش یعنی چوبار کسی منطقه کمی برشکده نیست اینا برش بزنیم. دوستان عزیز جایی که برشکده نیست این گوشه ها اینا را باید برش بزنیم تا ما شیار یا ما کوبه ما کسی جا بفته هر دو بغلش هم رقمی است این اینجا. اگر رفتی بغل را بالا کردیم باز بالا را باید بریش بزنیم این منطقه را بریش بزنیم. دوستان خوب را بریش از من چوبای امتحان منم که پیش از اینکه را مکم کنیم اینا را امتحان کنیم که درست در نهیم. نیم میل باید فریش کنیم. دوستان شاید بگیم نیم میل چیزی نیست. نیم میل نیاز به برشکده هم نداره. بعد اگر بریش نکنیم باید این کسی به بغل ازی کوچیک به گوشهایش درد میکنه. دوستان خود من کمی لیم اینجایش میزنم اگر زندازون هم ندارم بازم لیم میزنم بخاطر که همین کوبه کسه یا مشیا کسه باریک است ممکنه کمی چیزی باید لیم میزنم خوب خود بگیره. لیم زیاد لازم ندارم خیلی کم کم لیم بزنیم اگر رفت یک ذره باریک هم باشه واسه خود لیم واسه خود میگه یا چرک نمونه. و این کوبه گوشه های بالاش کسته میخ زدن دوستان میخ داریم و خیلی کنید و میخ بزنیم باز اینی در بالایش درد پیدا نمید. اگر میخ نزنیم باز ممکنه یک ذره وری خوب سایه جفت نشنه باز دست پیدا بود. اون بهتر است که یک ذره وری لیم بزنیم دیگر دست پیدا نکنه. باز یه جاسازی کنیم ایوان چیز صاف بگیریم همراه دیوار کسی را صاف کنیم. دوستان عزیز این هم از این شما با خداوند کریم رحیم میسپارم. دوستان عزیز لطفاً ویدیوها رو ببینین، لایک کن، کامنت بدین، سابسکرایب کن کانال را. لطفاً تنها نگذارین مرا یک سابسکرایب کن. بخشش ما شاید راحت باشم بخشش من خیلی زیاد کسا حساب میشه. خیلی ممنون دیگه. وقت شما خوش. خداحافظ.